نامه به عبریان یهودیان باب 1. در زمان قدیم خدا به اجدادان ما به واسطه پیغمبران با راه‌های گوناگون گشته و برگشته گپ می‌زد. اما در این زمان آخر او به ما به واسطه پسر خود گپ زده است. خدا جهان و تمام موجودات را به واسطه پسرش آفرید و همه چیز را به اختیار او داد. پسر درخش شهرت و جلال خدا را نشان می دهد و از هر جهت مانند خدا بوده با امر پرقدرتش تمام عالم موجودات را اداره می کند. بعد از پاک کردن گناه‌های آدمیزاد، پسر در بالا از دست راست خدای عالی مقام نشست. از این دیده می شود که مقام پسر از مقام فرشتگان خیلی بلندتر است، چون که خدا نه فرشتگان بلکه او را پسر خوانده است. آخر خدا به هیچ کدام فرشته نگفته است تو پسری من هستی، امروز من پدری تو شدم، یا گفته باشد که من پدر او می شوم و او پسری من می شود. اینچنین هنگام به جهان آوردن پسر اولش خدا می گوید بگذار همه فرشتگان خدا با او سجده کنند. درباره فرشتگان باشد خدا می گوید که این خدمتگارانش را به شکل شمال و شعله های آتش تبدیل می دهد. اما به پسر خدا می گوید تخت تو ای خدا تا ابد پایدار است. تو در پادشاهیت عادلانه حکمرانی می کنی. تو درستکاری را دوست داشته ای و بدی را چشم دیدن نداری. بنابراین خدا که خدای تو است تو را از شادی لبریز نموده بالاتر از شریکانت تعیین کرده است. همچنین خدا به پسرش می فرماید ای خداوند، در ابتدا تو اساسگذار زمین بودی و قبضهای آسمان کار دستان توست. زمین و آسمان نیست می شوند لیکن تو تا ابد خواهی ماند. آنها مثل لباس فرسوده می شوند و مثل جامه زمین و آسمان را پیچانده جمع می کنی و همان طوری که لباس را عوض می کنند این جهان را عوض می نمایی. اما تو یک خیل می ایستی و عمر تو به آخر است. خدا هیچ وقت به هیچ فرشته نگفته است تا دمی که دشمنانت را زیر پایهایت نگذارم از دست راستم بشین. پس فرشتگان کیستند؟ آنها روح‌های خدمتگزار خدا هستند و برای خدمت آنهای فرستاده می شوند که نصیبشان نجات یافتن است. باب 2. بنابراین ما باید به آنچه درباره پسر شنیده ایم دقت بی‌نهایت زیاد دهیم تا که از آن دور نشویم. در گذشته پیام شریعت به واسطه فرشتگان اعلان شده بود. این پیام شریعت چنان اعتبار زیاد داشت که اگر اجدادانمان از آن سرپیچی یا به آن بی‌اطاعتی می کردند سزاوار جزا می شدند. حالا باشد ما پیام از آن بزرگتری گرفته ایم. اکنون اگر ما به این پیام بزرگ درباره نجات به پروایی نشان دهیم از جزا هرگز گریخته نمی توانیم. اولا این نجات را خداوند اعلان کرده بود و بعد آنهایی که شنیده بودند آن را به ما رساندند. در عین زمان که پیام نجات به ما داده شده است
خدا راست بودنش را با علامت و کارهای عجیب و معجزه‌های گوناگون تصدیق کرد. این چنین راستی پیام نجات به واسطه عطاهای روحانی تصدیق می گردد که روح القدس یعنی روح خدا به هر کسی که خواهد می بخشد. خدا حتی در عالم آینده که ما درباره اش گفته ایستاده ایم فرشتگان را حکمران نگذاشته است. برعکس در یک جای نوشتجات کسی به خدا چنین گفته است: انسان کیست که تو درباره اش فکر میکنی و پسر آدمی زاد کیست که تو به وی غمخواری می نمایی؟ تو او را اندک وقت از فرشتگان پایان تر گذاشتی و با شهرت و جلال و افتخار سرافراز گردانیده همه چیز را زیر پایش گذاشته ای. مادامی که خدا همه چیز را زیر پای انسان گذاشته است، پس دیگر چیز نمانده است که تحت حکمرانی او نباشد. اما حاضر ما نمی بینیم که همه چیز تحت حکمرانی آدم باشد، ولیکن ما عیسی را می بینیم که به اندک وقت از فرشتگان پایانتر گذاشته شده بود. از بس که او مرگ را از سر گذراند، اکنون با شهرت و جلال و افتخار سرافراز گشته حکمرانی می کند. این از سبب فیض و مهربانی خدا بود که او به جای همه مرگ را چشید. خدا که همه چیز را برای خود آفریده است، می خواست فرزندان زیاد را به شهرت و جلالش شریک گرداند. برای این او لازم دانست که عیسی را به واسطه عذابها راهبری کامل گرداند تا که فرزندان را به سوی نجات برده رساند. آخر هم عیسی که پاک کننده ایمانداران است، هم ایمانداران پاک شونده از یک پدرند. بنابراین عیسی آر نکرده آنها را برادر خوانده به خدا می گوید: من درباره تو و برادرانم اعلان می کنم و در پیش تمام جمع آمدی آنها تعریف و توصیف تو را می کنم. عیسی باز می گوید: من به او توکل می کنم و انا من و آنهایی که خدا برایم همچون فرزند داده است. از بس که فرزندان خدا انسان هستند و از گوشت و خون عبارتند، عیسی نیز انسان شد. زیرا فقط انسان شده او می توانست با مرگ خود قدرت شیطان را که آدمان را به مرگ می برد نابود کند. این چنین عیسی آنهایی را که از مرگ می ترسیدند و تمام عمر خود مثل غلامان شیطان زندگی می کردند با مرگ خود آزاد نمود. انی قصد که او نه اینکه به فرشته ها بلکه به ما که از نسل ابراهیم هستیم یاری می دهد. وظیفه سرکاهن عبارت از آن است که هر سال برای گناه های تمام خلق به خدا قربانی کند. پس برای سرکاهن رحمدل و با وفا در خدمت خدا شدن به عیسی لازم بود که از هر جهت به برادران خود مانند گردد. تنها در این صورت او قربانی را که گناه های آدمان را از بین می برد تقدیم کرده می توانست. عیسی که خود در وقت از آزمایش ها گذشتن عذاب کشیده بود، اکنون به آنهایی که از آزمایش می گذرند یاری رسانده می تواند. باب 3. پس ای برادران و خواهران که از آن خدا هستید و به درگاه خدا دعوت شده اید، درباره عیسی که ما او را فرستاده خدا و سرکاهن اعلان میکنیم با ملاحظه فکر کنید. همان طوری که موسی به تمام خانواده خدا وفادار بود،
عیسی نیز به خدا در وظیفه به آن تعیین شده‌اش وفادار ماند. اما چقدر که شهرت و جلال بناکار خانه از خود خانه بیشتر است، همانقدر عیسی از موسی دیده سزاوار شهرت و جلال بیشتری گردید. هر خانه با دست کسی ساخته می شود، اما بناکار همه چیز خداست. موسی به تمام خانواده خدا همچون خدمتگارش وفادار بود تا که نمونه آن راستی باشد که خدا در آینده عیان کردنی بود. مسیح باشد همچون پسر به خانواده خدا صاحبی وفادار است و خاندان او ما هستیم، به شرطی که باوری ما را دلپرانه نگاه داریم و خرسندانه امیدوار آن چیزهای باشیم که خدا برایمان میکند. پس با گفته روح القدس امروز که آواز خدا را میشنوید سرکشی نکنید، چنان که خلق اسرائیل شورش کرده هنگام در بیابان از آزمایش گذشتنش به خدا بی اطاعتی کرده بود. خدا باز گفته است: اجدادان شما کارهای مرا طول 40 سال در بیابان می دیدند، ولی باز هم کاسه صبرم را لبریز می کردند. از این سبب من از آن نسل خشمگین شده گفتم که آنها همیشه در دل خود از من روی می گردانند و راههای مرا نفهمیدند. پس در غضب خود قسم خوردم که آنها هرگز به استراحت من داخل نمی شوند. ای برادران و خواهران، احتیاط شوید که کسی از شما دلی سیاه و بی ایمانی که از خدای زنده روی می گرداند نداشته باشید، بلکه هر روز با یک دیگر نصیحت کنید تا آن زمانی که هنوز امروز نامیده می شود نصیحت کردن را دوام دهید. در عکس حال شما به فریب گناه افتاده شخصی سرکش می شوید. آخر ما شریک مسیح گشته ایم و شریک می مانیم به شرطی که باوری اوله خود را تا به آخر محکم نگاه داریم. چطوری که پیشتر گفته شده بود: امروز که آواز خدا را می شنوید سرکشی نکنید، چنان که خلق اسرائیل هنگام شورش سرکشی کرده بود که ها آواز خدا را شنیدند و شورش برداشتند. ما می دانیم که این همه آنهایی بودند که موسی از مصر بیرون آورد. خدا از کی 40 سال خشمگین بود؟ چنانه که می دانیم از اجدادان گناهکارمان که از برای گناه جسدهایشان در بیابان ماند. در حق کیها خدا قسم خورده گفت که به استراحت او داخل نمی شوند. ما همه می دانیم در حق آنهایی که اطاعت نکردند. خلاصه ما می بینیم که آنها از سبب بی ایمانیشان به استراحت خدا داخل شدن نتوانستند. باب 4. پس در صورتی که وعده به استراحت خدا داخل شدن هنوز اعتبار دارد، باید احتیاط شویم مبادا معلوم شود که کسی از شما این وعده را از دست داده است. زیرا این خوشخبر به ما نیز همان طرز اعلان شده است که به اجدادانمان اعلان شده بود، لیکن به آنها شنیدهشان فایده نبخشید، چون که به ایمان آنهایی که به این خبر گوش کردند شریک نشدند. ولی ما که ایمان آورده ایم
با آن استراحت راه می یابیم. درباره دیگران باشد خدا فرموده است: پس در غضب خود قسم خوردم که هرگز به استراحت من داخل نمی شوند. حال آنکه استراحت او از وقت آفرینش وجود دارد. ما این را از نوشتجات می دانیم که در یک جای آن درباره روز هفتم چنین گفته شده است: خدا در روز هفتم از همه کارهای خود استراحت کرد. باز در قسمی که بالاتر گفته گذاشتیم آمده است که هرگز به استراحت من داخل نمی شوند. برای بعضی ها هنوز امکانیت داخل شدن به این استراحت هست، ولی آنهایی که پیشتر برایشان خوشخبر اعلان شده بود از سبب بی‌اطاعتی داخل نشدند. بنابراین خدا روز دیگری را برای داخل شدن به استراحت او مقرر می کند و آن را امروز می نامد. بعد از سالهای زیاد خدا با واسطه داوود درباره این روز چنان که الکی قید کردیم این طرز اعلان می کند: امروز که آواز خدا را می شنوید سرکشی نکنید. خلق اسرائیل با راهبری یوشع زمینی را که خدا برایشان وعده داده بود صاحب شده باشند هم استراحت نکرد. اگر به استراحت خدا داخل می شدند دیرتر خدا درباره روز دیگری استراحت گپ نمی زد. پس استراحت روز شنبه برای خلق خدا تا حال هست. هر کسی که به استراحت خدا داخل شود به مثل خدا از کارهایش دم می گیرد. پس بیایید جد و جهد کنیم که به این استراحت داخل شویم تا هیچ کس از سبب بی‌اطاعتی مثل گذشتگان این را از دست ندهد. آخر کلام خدا زنده و تأثیر بخش است. آن از هر شمشیر دو طرفش تیز دیده چقورتر به داخل ما در آمده تأثیر می رساند. کلام جان را از روح و بغمها را از الیکها جدا نموده فکر و نیتهای دل را فاش می کند. هیچ چیز در تمام آفرینش از نظر خدا پنهان نیست، بلکه همه چیز در پیش او لوچ و عریان و گشاد و آشکار است. ما برای همه چیز در پیش او جواب می دهیم. پس بیایید ایمان اعلان می کرده ما را محکم نگاه داریم. آخر سرکاهینی که ما داریم آنچنان بزرگ استی از قبطهای آسمان گذشته راست به درگاه خدا داخل شده است و این سرکاهین پسر خدا عیسی است. سرکاهین ما از جمله آنهای نیست که سستی ما را نداند، چون که خودش از هر جهت به مانند ما به وسوسه دچار شده است ولی گناه نکرده است. بنابراین بیایید به پیش تخت فیض و مهربانی خدا با جرأت آییم تا خدا به ما رحم کرده در وقت محتاجی برایمان از روی فیض و مهربانیش یاری دهد. باب 5. هر سرکاهین از بین مردم برای آن انتخاب می شود که در پیش خدا نماینده آنها باشد. وظیفه وی از این عبارت است که هدیه های مردم را به خدا تقدیم نماید و برای گناه ها قربانی کند. او با آنهایی که ندانسته گناه می کنند یا گمراه می شوند می تواند با دلسوزی مناسبت کند، چون که از خودش هم خطایی سر می زند. از این رو سرکاهین باید نه فقط برای گناه های خلق بلکه برای گناه های خود نیز قربانی کند.
هیچ کس این افتخار سرکاهین شدن را خودش به دست آوردن نمی تواند. او باید از طرف خدا به مثل هارون که سرکاهین اول بود برای این خدمت دعوت شود. مسیح هم افتخار سرکاهین شدن را خود به دست نآورده است، بلکه خدا با چنین سخنان تو پسری من هستی، امروز من پدری تو شدم، با او این افتخار را داد. این چنین خدا در جای دیگری نوشته جات گفته است تو تا ابد کاهن به مثل ملکی‌صادق هستی. مسیح هنگام حیات زمینیش با فریادهای بلند و اشکریزی‌ها به همانی که قدرت از مرگ خلاص کردن او را داشت دعا و التجا کرد. دعایش به خاطر خدا ترس بودنش مستجاب شد. هرچند پسر باشد هم باید در عمل درد و عذاب میکشید تا که از تجربه خود معنی اطاعت را آموزد. به واسطه همین عیسی سرکاهن کامل گردیده برای همه اطاعتکارانش خود سرچشمه نجات ابدی گردید و او از جانب خدا سرکاهن به مثل ملکی‌صادق تعیین شده است. در این باره چیزهای بسیار گفتنی داریم، لیکن فهماندن به شما دشوار است، چون که گپ‌ها به گوش‌های شما نمی درآیند. شما که سالهای زیاد ایماندار هستید، کیها باز می بایست معلم دیگران می شدید، لیکن حالا به خود شما معلم در کار است که اساسهای تعلیمات خدا را به شما آموزاند. شما مثل کودک نوزاد هستید که نه به خوراک سخت بلکه به شیر محتاجید. کسی که هنوز شیر می خورد نشان می دهد که در زندگی روحانی عقب مانده است و تا حال درست را از نادرست فرق نمی کند. اما چنان که خوراک با قوت برای کلانسالان است، تعلیمات با قوت نیز برای آنهایی است که به کمال رسیدند، چون که آنها برای سیاه را از سفید فرق کردن با تجربه شدند. باب 6. پس بیایید به تعلیمات ابتدایی درباره مسیح گشته و برگشته بر نگردیم، بلکه راهی به کمال رسیدن را دوام دهیم. شما الکی تعلیمات اساسی را گرفته اید که آن درباره توبه کردن از کارهای مرگاور و ایمان آوردن به خداست. این چنین تعلیمات اساسی از قاعده های شستشویی، رسم و رسومی به ایمانداران دست گذاشتن، زنده شوی مردگان و از جزای ابدی عبارت است. لازم نیست که آنها را به شما تعلیم دادن گیریم. انا خدا خواهد در تعلیم پیش می رویم. شخصانی هستند که خدا فکرشان را یک بار روشن کرده است و مزه هدیه آسمان را چشیدند و برابر دیگر ایمانداران روح القدس برایشان نیز داده شده است. آنها خوبی کلام خدا و قدرت‌های زمان آینده را چشیدند، لیکن با وجود همه این از ایمان دست کشیدند. چون این آدمان را باز به توبه آوردن غیر امکان است، چون که آنها پسری خدا را بار دیگر گویا با دستان خود به صلیب مخکوب می کنند. با این کارشان او را در نظر همه رسوا می سازند. زمینی که پس از سیربارانی نرم گشته به کشت کنندگان حاصلی فایده آور می رویاند، از خدا برکت می یابد. اما زمینی که خار و خس می رویاند بیفایده و نزدیک لعنت شدن است که عاقبت سوزانده می شود. ای عزیزان، گرچند این سخنان را گویم هم
در مورد شما دلپور هستیم که حالت ایمان شما بهتر است و این حالت شما را به نجات برده می رساند. زیرا خدا به انصاف نیست که عمل شما و محبت را که به خاطر نام او در راه خدمت به خلق خدا نشان داده اید و نشان می دهید فراموش کند. آرزوی ما این است که هر یکی شما همین جد و جهد خود را تا به آخر دوام دهید تا که امیدتان جامعه عمل پوشد. آنگاه شما تنبل نمی شوید بلکه به کسانی پیروی می کنید که به واسطه ایمان و پرصبری وعده های خدا را به دست می آورند. وقتی که خدا به ابراهیم وعده می داد با نام خود قسم خورد، چون که کسی بزرگتر از او نبود که با نام وی قسم خورد. او چنین گفته بود: حتما تو را برکت می دهم و نسلت را به شمار می گردانم. همین طور ابراهیم با صبر انتظار شده وعده خدا را به دست آورد. آدمان همیشه به نام کسی قسم می خورند که از خودشان بزرگتر باشد و این قسم به هر گونه بحث خاتمه می گذارد. خدا نیز وعده اش را با قسم تصدیق کرد، چون که به کسانی که وعده داده بود نشان دادن می خواست که مقصدش را تغییر نمی دهد. پس این دو چیز یعنی وعده و قسم تغییر ناپذیرند، چون که برای خدا دروغ گفتن امکان ندارد. با واسطه این دو چیز خدا خواست که ما یعنی آنهایی که در او پناه یافته ایم با دل پر امید پیشنهاد شده را مستحکم نگاه داریم. همان طوری که لنگر کشتی را در یک جا نگاه داشته می ایستد، این امید به مثل لنگر جان ما را در بی‌خطری مستحکم نگاه می دارد. امید ما به عیسی است که از قبط پرده خیمه آسمانی گذشته به جای مقدسترین یعنی حضور خدا داخل می شود. این همان جایی است که عیسی پیشاپیش ما و از نام ما در آمده تا ابد سرکاهن به مثل ملکی‌صادق گشته است. باب 7. این ملکی‌صادق پادشاه شهر سلیم و کاهن در خدمت خدای تعالی بود. او ابراهیم را که بعد از شکست دادن پادشاهان برمیگشت پیشواز گرفته وی را دعای نیک کرد و با او ابراهیم 10 همه چیزی به دست آوردهش را داد. معنای نام ملکی‌صادق شاه درستکار است و عنوانش شاه سلیم یعنی شاه آسایشتگی است. درباره ملکی‌صادق در هیچ جا قید نشده است که پدر و مادرش کیها بودند، چه اصل و نسب داشت و عمرش کی سر شده است و کی به آخر رسیده است. محض از همین جهت وی به پسر خدا مانندی داشته تا ابد در خدمت کاهنی میماند. بینید که ملکی‌صادق چه شخصی بزرگی بود که حتی ابراهیم اساسگزار قوم اسرائیلمان به وی 10 همه چیزی در جنگ به دست آوردهش را داد. از روی فرمان شریعت حتی نسل ابراهیم باید از تمام داراییشان 10 دهد. اسرائیلیان باید به خویش خود یعنی نسل لیوی که از کاهنان بودند 10 می دادند، اما ملکی‌صادق که از اولاد لیوی نبود از دست ابراهیم 10 گرفت و با وجود آنکه ابراهیم خود صاحب وعده های خدا بود، ملکی‌صادق او را دعای نیک کرد. بی شبهه شخص بزرگ شخص خرد را دعای نیک می کند. در حالت حاضره کاهنانی که روز می میرند 10 را جمع می کنند، اما درباره ملکی‌صادق که از ابراهیم 10 گرفته بود
گفته شده است که وی زنده است. گفتن ممکن است که خودی لیوی که نسلش جمع کنندگان 11 بودند به واسطه ابراهیم به ملکی صادق 11 داده بود. آخر وقتی که ملکی صادق به پیشواز ابراهیم برآمد، لیوی هنوز به دنیا نآمده بود بلکه در وجود ابراهیم بود. گرچند که شریعت موسی در زمان داده شد که به وظیفه کاهنان از نسل لیوی انتخاب می شدند، خدمتگزاری این کاهنان کسی را کامل گردانده نمی توانست. چون که اگر کامل گردانده می توانست، لازم نمی شد که کاهن دیگری و آن هم نه به مثل هارون بلکه به مثل ملکی صادق بیاید. زیرا وقتی که قاعده های انتخاب کاهنان تغییر می یابد، خودی شریعت نیز باید عوض شود. همه این درباره خداوند ما گفته شده است که او نه از نسل لیوی بلکه از قبیله دیگری بود که کسی از آن هرگز پیش قربانگاه خدمت نکرده است. معلوم است که خداوند ما از قبیله یهودا بود و موسی هیچ وقت نگفته است که از این قبیله کاهن می براید. وقتی که کاهن دیگری به مثل ملکی صادق می براید، روی دادن تبدلات را باز هم روشن‌تر نشان می دهد. عیسی نه از روی قاعده های تعلق به قبیله بلکه با قدرت حیات نابود نشونده به وظیفه کاهن تعیین شده است. آخر در نوشتجات درباره او چنین آمده است: تو تا ابد کاهن به مثل ملکی صادق هستی. فرمان پیشتره از برای سست و بی نتیجه بودنش بیکار کرده شد، چون که شریعت هیچ چیزی را پره پاک گردانده و یا هیچ کسی را با خدا آشتی داده نمی توانست. ولی حالا امیدی بهتری داده شده است که به واسطه آن به خدا نزدیک می شویم. این هم به قول و قسم نشده است. دیگران به قول و قسم کاهن می شدند، اما وقتی که عیسی کاهن تعیین می شد، خدا به او قسم داده گفته است: من خداوند قسم می خورم که قرارم را تغییر نمی دهم. تو تا ابد کاهن هستی. به سبب این قسم عیسی کفیل این عهد و پیمان بهتری با خدا شده است. کاهنان پیشتره خیلی بسیار بودند، چون که مرگ نمی ماند که آنها خدمت خود را دوام دهند، لیکن عیسی تا ابد زنده است. بنابراین خدمت کاهنی او نیز به آخر است. عیسی می تواند آنهایی را که به واسطه او به حضور خدا می آیند کاملا و ابدا نجات بخشد، زیرا او همیشه زنده است تا که در پیش خدا به طرفداری آنها سخن گوید. ما انا به همین خیل سرکاهن احتیاج داریم که پاک و بی عیب و نقصان، جدا از گناهکاران و در جای بالاترین آسمان باشد. برخلاف سرکاهنی که از نسل لیوی بود، عیسی ضرورت ندارد که هر روز اول برای گناههای خود و بعد برای گناههای خلق قربانی کند، زیرا او خود را یک بار و برای همیشه برای گناههای آدمان همچون قربانی تقدیم نمود. از روی شریعت به وظیفه سرکاهن انسان را تعیین می کنند که دارای کمبودی ها است، لیکن بعد از داده شدن شریعت خدا با قول و قسم پسرش را به این وظیفه تعیین کرد که تا ابد سرکاهن کامل گردید. باب 8. مغز گفته های ما این است که ما سرکاهنی داریم که از طرف راست تخت خدای عالی مقام در آسمان نشسته است.
او در درگاه خدا که خیمه حقیقی عبادت در آنجاست وظیفه کاهن را اجرا می کند و این خیمه نه با دست انسان بلکه از طرف خداوند گذاشته شده است. هر سرکاهن برای تقدیم کردن هدیه ها به خدا و مراسم قربانی را انجام دادن تعیین می شود. از این رو این کاهن نیز می بایست چیزی برای تقدیم کردن داشته باشد. اگر عیسی در روی زمین می بود با وظیفه کاهن تعیین نمی شد، چون که کاهنان دیگری هستند که موافق شریعت با خدا هدیه ها تقدیم می کنند. اما خیمه زمینی که آنها خدمت می کنند فقط مانندی به خیمه حقیقی در آسمان بوده دارد و تقلید با آن می باشد. پیش از آن که موسی خیمه را سازد خدا وی را آگاه کرده گفت اما بین که همش را از روی نمونه سازی که به تو در بالای کوه نشان داده بودم. ولی خدمتی که به عیسی داده شده است بزرگتر از خدمت نسل لیوی است، همان طوری که عهد و پیمانی که او میان روی آن است بزرگتر از عهد پیشتره می باشد، چون که وعده هایی که خدا در اساس عهد نو داده است بهتر از وعده هایی هستند که در عهد پیشتره بودند. اگر عهد اول کمبودی نمی داشت عهد دوم به عوضش لازم نمی شد. اما خدا به نارسایی خلق خود اشاره کرده گفت زمانی می رسد که من میگوید خداوند عهد و پیمانی نو با خاندان اسرائیل و یهودا خواهم بست. این عهد نو مانند آن عهد پیشتره نمی شود که من با اجدادانشان بسته بودم. در آن زمان من دست اجدادانشان را گرفته آنها را از مصر برآورده بودم. اما آنها که به عهد من وفادار نماندند من نیز از آنها روی گرداندم. سپس خداوند اعلان می کند انا این عهد و پیمان است که من در آینده با خاندان اسرائیل می بندم. من قانونهای خود را در فکر آنها می گذارم و در دلشان می نویسم. آنگاه من خدای آنها می شوم و آنها خلق من می شوند. دیگر احتیاج نمی شود که آنها به همدیاران یا برادران و خواهران خود خداوند را شناسید گویان تعلیم دهند، چون که همه از خرد تا کلان مرا می شناسند. زیرا من کارهای بدشان را می بخشم و گناههایشان را دیگر به یاد نمی آرم. خدا وقتی که درباره عهد نو می گوید عهد اول را بیکار می سازد، چیزی کهنه و بیکار شده زود از بین می رود. باب 9. اینک عهد و پیمان اول از رسم و آیین‌های عبادت و خیمه عبادت زمینی عبارت بود. قسم اولی خیمه زمینی جای مقدس نامیده می شد. در آنجا چراغدان، میز و نانی به خدا تقدیم شده گذاشته شده بود. قسم دومی خیمه جای مقدس ترین نامیده می شد. این قسم از قسم اول با پرده جدا می شد. در آنجا قربانگاه طلا برای سوزاندن خوشبویی ها و صندوق عهد بودند. همه جای صندوق عهد طلا پوش شده بود. در درونش ظرف طلا با نان منه، عصای شکفته هارون و عهد و پیمانی در روی لوح سنگ ها نوشته شده گذاشته شده بودند. در بالای صندوق همچون نشانه بزرگی خدا هیکل های مخلوق های آسمانی بودند که کروبی نام داشتند. قنات های آنها بالای سرپوش صندوق که جای بخشش گناه ها بود پهن می شدند. حالا ما درباره همه این یک به یک گفته ایستاده نمی توانیم.
بعد از آن که همه چیز به همین ترتیب گذاشته شد، کاهنان هر روز برای اجرای خدمتشان به قسم اولی خیمه می در آمدند. اما به قسم دوم فقط سرکاهن سال یک بار می در آمد. آن هم هنگام در آمدنش برای گناه‌هایی که ندانسته خودش و خلق صادر کرده بودند همیشه خون قربانی تقدیم می کرد. با همه این سخنانی درباره خیمه زمینی بیان شده، روح القدس نشان می دهد که تا دم وجود داشتن خیمه اول راه به جای مقدسترین هنوز گشاده نشده است. این به زمان حاضره اشاره کرده نشان می دهد که هدیه ها و قربانی هایی که آدمان به خدا تقدیم می کنند وجدان آنها را پاک کرده نمی تواند. همه این خوردنی و نوشیدنی و هر گونه عنعنه های شستشویی که قاعده های جسمانی اند فقط تا آمدن طرز عبادت نو اعتبار دارند. ولیکن وقتی که مسیح همچون سرکاهن نیکی های آینده ظاهر گردید، او به خیمه آسمانی که بزرگتر و کاملتر است داخل شد. آن خیمه داخل شده اش نه با دست انسان ساخته شده است و نه به این جهان آفریده شده تعلق دارد. این چنین مسیح نه با خون بز و گوساله بلکه با خون خود یک بار و تا ابد به جای مقدسترین داخل شده ما را از گناه تا ابد خلاص کرد. موافق شریعت موسی با آدمان حرام شده عبادت کردن خدا جایز نیست. آنها را با پاشیدن خون بز و برزگاو و خاکستر غناجین سوزانده شده پاک می گردانند. پس خون مسیح چقدر بیشتر پاک کرده می تواند. مسیح خود را با واسطه قدرت روح القدس ابدی به خدا بی عیب و نقصان به قربانی تقدیم کرده است. خون مسیح وجدان ما را پاک می کند تا که ما کارهای مرگاور را تکرار نکنیم بلکه به خدای زنده خدمت کرده توانیم. انا برای همین مسیح میانروی عهد و پیمان نوی بین خدا و مردم می باشد تا آنهایی که دعوت شدند میراث وعده شده ابدی را به دست آورده توانند. مرگ او جبران گناه‌های شد که مردم در زمان عهد و پیمان اول صادر کرده بودند. وقتی کسی وصیت می کند که مال و ملکش از آن کی می شود، باید مرگ این وصیتگر اثبات شود، چون که وصیت تنها بعد از مردن وصیتگر اعتبار پیدا می کند. تا وقتی که وصیتگر زنده است وصیت او اعتبار ندارد. از این سبب حتی عهد اول با ریختن خون قوت پیدا کرد. بعد از آن که موسی همه فرمانهای شریعت را به مردم اعلان نمود، خون بز و گوساله ها را به کاسه آب گرفته از آن با پشم سرخ و گیاه زفا هم بر روی نوشتجات و هم به تمام مردم پاشیده چنین گفت: این خون عهد و پیمان را که خدا رعایت آن را به شما فرموده است تصدیق می کند. با همین طرز وی هم خود خیمه و هم ظرف‌های برای عبادت لازمه را خونپاشی کرد. در حقیقت موافق شریعت قریب همه چیز با خون پاک می شود و بی ریختن خون گناه ها بخشیده نمی شوند. همه خونپاشی برای پاک نمودن چیزهای خیمه زمینی ضرور بود. از بس که خیمه زمینی تقلید خیمه آسمانی است، برای چیزهای آسمانی قربانی بهتر از خون حیوانات طلب کرده می شد. آخر مسیح نه به خیمه ساخت دست انسان که فقط تقلید خیمه حقیقی است داخل شد. او راست به آسمان رفته داخل شد تا که اکنون در نزد خدا نماینده ما باشد. سرکاهن هر سال برای تقدیم کردن خون قربانی به جای مقدسترین می درآید و آن هم نه با خون خودش بلکه با خون حیوان. ولی مسیح به آسمان نه برای خود را گشته و برگشته تقدیم قربانی نمودن در آمده است،
وگرنه به وی لازم می آمد که از آفرینش دنیا تا حال بارها عذاب و عقوبت مرگ را کشد، ولی او در زمانهای آخر یک بار ظاهر شد تا که با قربان کردن خود گناه ها را از بین برد. همانطور که هر شخص یک بار می میرد و بعد خدا او را حکم می کند، مسیح نیز یک بار مرد، ولی او که خود بیگناه بود وقتی قربان شدنش برای به دوش گرفتن گناه های بسیاری ها حکم شد. اکنون که بار دوم می آید با گناه کاردار نمی شود، بلکه آنهایی را که نگران آمدنش هستند نجات می دهد. بابی 10. شریعت موسی نجات حقیقی را بخشیده نمی تواند. آن فقط مثل سایه شکل نجات را دارد و خود نجات نیست. از این رو شریعت آنهایی را که هر سال پیش خدا با قربانی حیوان می آیند هرگز بیگناه گردانده نمی تواند. اگر می توانست مگر آنها قربانی کردن را بس نمی کردند. اگر پرستندگان یک بار و دائمی پاک می شدند مگر وجدانشان از عذاب گناه آزاد نمی شد. برعکس هر سال قربان کردن حیوان با آنها انسان گناهگار بودنشان را خاطر رسان می کرد، چون که با خون بز و برزگوها از بین بردن گناه ها غیر امکان است. بنابراین مسیح هنگام به جهان آمدنش به خدا گفت: قربانی ها و هدیه ها را تو نخواستی، بلکه بدن را به من تیار کردی. سوختن حیوان ها بالای قربانگاه یا یگان قربانی دیگری برای بخشش گناه ها به تو معقول نیست. بعد او گفت: خدایا، انا من همان طوری که در نوشتجات درباره‌ام گفته شده است برای اجرا کردن خواست تو آمده ام. در اول مسیح به خدا گفت: تو قربانی ها و هدیه و قربانی های سوختنی و قربانی های برای بخشش گناه ها نخواستی و آنها به تو معقول هم نیستند، حال آنکه از روی شریعت این قربانی ها طلب می شوند. بعد او علاوه کرد: انا من برای اجرا کردن خواست تو آمدم. همین طور مسیح برای پایدار نمودن عهد و پیمان دوم عهد اولین را بیکار می کند. از روی همین خواست خدا ما به واسطه قربانی بدن عیسی مسیح یک بار و تا ابد از گناه پاک شده ایم. هر کاهن وظیفه اش را هر روز اجرا نموده گشته و برگشته یک خیل قربانی ها می کنند که این قربانی ها گناه ها را هرگز از بین برده نمی توانند. ولی مسیح که خود را یک بار و تا ابد قربانی برای گناه ها تقدیم کرده از دست راست خدا نشست، حالا در انتظار زمان است که خدا دشمنانش را زیر پایش کند. زیرا او با یک قربانی خود آنهایی را که از گناهایشان پاک می شوند تا ابد بیگناه می گرداند. روح القدس نیز این را تصدیق نموده می گوید: انا این عهد و پیمان است که من در آینده با آنها می بندم، می گوید خداوند. من قانونهای خود را در دل آنها می گذارم و در فکرشان می نویسم. باز علاوه کرده می گوید: من گناه ها و قانون شکنی آنها را دیگر به یاد نمی آرم. پس بعد از بخشیده شدن گناه ها قربانی دیگر برای گناه ها در کار نیست. خلاص ای برادران و خواهران، ما به واسطه خون عیسی به حضور خدا که در جای مقدس ترین است با جرأت در آمده می توانیم.
این راه را به حضور خدا برای ما عیسی به واسطه قربانی بدنش گشاده است و این راهی نو و حیات بخش است که از پرده خیمه آسمانی گذشته است. ما چنین سرکاهنی بزرگی داریم که اداره کارهای خانواده خدا را در عهده خود دارد. پس بیایید راست به حضور خدا با دلی صاف و پر از ایمان رویم. بیایید با دلهای به خدا نزدیک شویم که با پاشیدن خون مسیح از عذاب وجدان پاک گشتند. اینچنین با بدنهای به خدا نزدیک شویم که با آب پاک شسته شدند. بیایید آن امیدمان را که اعلان میکنیم بی دودیلگی محکم نگاه داریم، چون که خدا به وعده هایش وفا میکند. بیایید در فکر آن باشیم که چطور یکدیگر را به محبت و کارهای نیک وادار سازیم. بعضی کسان عادت پیدا کردند که به جمع آمدهای ایمانداران نآیند. بیایید به مانند آنها نشویم و از جمع آمدی همدیگر نمانیم. برعکس یکدیگر را روح بلند نماییم، خصوصا در این وقتی که روزی برگشتن خداوند نزدیک است. زیرا اگر ما بعد از قبول کردن دانش حقیقت دیده و دانسته گناه کردن گیریم، برای گناه ما قربانی دیگر نمانده است. برای ما فقط همین میماند که با ترس و هراس انتظار روز جزا و آن آتش شدیدی باشیم که دشمنان خدا را فرو میبرد. شخصی که شریعت موسی را نظرناگیری کرده است با شهادت 2 یا 3 نفر بیرحمانه کشته می شود. پس چقدر شدیدتر جزای کسی است که پسر خدا را پایمال می کند و خون عهد پیمان را که با آن پاک گشته است حرام می سازد و روح فیض و مهربانی خدا را می رنجاند. ما می دانیم که خدا گفته است قصاصگیری از آن من است و من جزا می دهم. این چنین گفته شده است خداوند خلق خود را حکم می کند. چه دهشت است به دستان خدای زنده افتادن. زمانی را به یاد آورید که نو درباره مسیح سرفهم رفته بودید و از برای ایمانتان با چه مبارزه سخت دچار شدید. ولی شما ایستادگی کرده توانستید. شما به خاطر ایمانتان یا خود در پیش مردم به مسخره و تحقیر و عذابها گرفتار می شدید یا با آنهایی که نسبتشان چنین رفتار می کردند دستی یاری دراز می کردید. شما با آنهایی که به خاطر ایمانشان زندانی شده بودند همدردی می کردید. وقتی که مال و ملکتان را کشیده گرفتند شما خرسندی کردید، چون می دانستید که مال و ملک بهتر و ابدی دارید. اینک همین خیل به خداوند توکل کردن را دوام دهید، چون که این مکافات بزرگ می آورد. شما باید با صبر و پرطاقت شوید تا که خواست خدا را اجرا کرده به آنچه وعده شده است صاحب گردید. چنان که در نوشتجات خدا درباره مسیح گفته است بعد از اندک وقت آن کسی که در راه است می آید و دیر نمی ماند. اما شخصی راستکار به واسطه ایمان زندگی می کند. ولی اگر عقیب گردد از وی راضی نمی شوم. ما باشیم از آن کسانی نیستیم که عقیب گشته نابود شویم، بلکه کسانی هستیم که ایمان را نگاه داشته نجات می یابیم. باب 11. اینک ایمان داشتن چی است؟ این دلپر بودن که امیدمان حقیقتا جامعه عمل می پوشد و باوری قطعی داشتن به چیزهایی است که ما هنوز نمی بینیم. از سبب ایمانشان آدمان گذشته به تعریف خدا نائل گشتند.
از بس که ما ایمان داریم میفهمیم که تمام جهان با امر خدا آفریده شده است و چیزهایی میدیده امان از چیزهای نانمایان ساخته شده‌اند. از بس که هابیل ایمان داشت قربانی بهتر از قربانی قاین تقدیم کرد. خدا قربانی هابیل را قبول کرده با همین شهادت داد که هابیل با واسطه ایمانش درستکار شناخته شد. اگرچه هابیل مرده باشد هم هنوز با واسطه ایمانش همچون عبرت سخن میگوید. از بس که هنوخ ایمان داشت مرگ را نچشیده به آسمان گرفته شد. او را دیگر نیافتند چون که خدا او را پیش خود گرفت. لیکن پیش از آن که گرفته شود درباره شهادت داده شد که وی دل خدا را یافته بود. اما به ایمان دل خدا را یافتن غیر امکان است، زیرا هر کی پیش خدا می آید باید باور کند که او وجود دارد و با آنهایی که او را می جویند مکافات می دهد. از بس که نوح به خدا ایمان داشت سخن خدا را به زمین نمانده برای نجات تمام عائله‌اش کشتی ساخت، چون که خدا نوح را درباره واقعه‌های آینده‌ای که نوح هنوز دیده نمی‌توانست آگاه کرده بود. با همین عملش نوح صاحب عنوان درستکار شد که این عنوان در نتیجه ایمان داده می شود. این چنین کار نوح نشان داد که همه دیگران در این جهان عیبدار هستند. از بس که ابراهیم ایمان داشت به خدا اطاعت نمود. وقتی که خدا او را دعوت کرد از سرزمین خود برآمده به جایی که خدا به وی نصیب دانسته بود رفت. هنگام برآمدنش او حتی نمی دانست که به کجا می رود. از بس که ابراهیم ایمان داشت حتی در آن سرزمینی که خدا به وی وعده داده بود چون غریب خیمه زده زندگی می کرد. وعده‌ای که ابراهیم داشت به اسحاق و یعقوب نیز داده شده بود، ولی آنها هم مانند ابراهیم در خیمه ها عمر به سر بردند. ابراهیم از آن سبب در خیمه زندگی می کرد که انتظار شهر ابدی بود که معمار و بناکارش خدا است. از بس که ابراهیم و سارا ایمان داشتند اگرچه ابراهیم خیلی پیر شده بود و خود سارا نیز نازای بود صاحب پسر شده توانستند، زیرا باوری داشت که خدا به وعده‌اش وفا می کند. انا برای همین از یک مرد پیر نیمجان نسل بیشمار به مثل ستارگان آسمان یا ریگ ساحل بحر به دنیا آمد. همه این شخصان ایمانشان را تا دم مرگ نگاه داشته رفتند، گرچند آنها دیدند که وعده خدا نه در زمان آنها بلکه در آینده اجرا می شود شاد شدند. همین طور آنها اقرار نمودند که در روی زمین غریب و بیگانه اند. آنها که این طور می گویند انیق نشان می دهند که در جستجوی وطن هستند. اگر آنها وطنی ترک کرده اشان را یاد می کردند فرصتی به آنجا برگشتن را داشتند، ولی چنان که می بینیم آنها مشتاق وطنی بهتری یعنی وطنی آسمانی بودند. بنابراین خدا حذر نمی کند که آنها او را خدای خود خوانند، چون که برایشان شهر تیار نموده است. از بس که ابراهیم ایمان داشت به اجرای امر خدا تیار بود. خدا او را سنجیدنی شده گفته بود که پسرش اسحاق را قربانی کند. ابراهیم پسر یگانه‌اش اسحاق را قربانی کردنی شد، حال آنکه خدا به ابراهیم درباره اسحاق با وعده گفته بود که نسل تو از اسحاق می براید. ابراهیم خاطر جمع بود که اگر اسحاق مرد هم خدا وی را زنده کرده می تواند. بنابراین وی اسحاق را گویا از مرگ برگردانده گرفت. از بس که اسحاق ایمان داشت پسرانش یعقوب و عیسی را دعای نیک کرده درباره آینده اشان گفت. از بس که یعقوب ایمان داشت در دم مرگش هر دو پسر یوسف را دعای نیک کرد و به عصای خود تکیه نموده به خدا سجده کرد. از بس که یوسف ایمان داشت
در آخر عمرش پیشگویی کرده بود که خلق اسرائیل از مصر می براید. بنابراین به اسرائیلیان دستور داد که هنگام از مصر برآمدنشان استخوان‌هایش را با خود گرفته برند. از بس که پدر و مادر موسی ایمان داشتند، از فرمان شاه نترسیده موسی نوزاد را 3 ماه پنهان کردند، چون که دیدند که کودک عجایب بود. از بس که موسی ایمان داشت، اگرچه دختری فرعون او را به وای رسانده باشد هم، بعد از کلان شدنش از شاهزادگی دست کشید. او به جای آنکه از لذت موقتی گناه حلاوت برد، همراه خلق خدا عذاب کشیدن را انتخاب کرد. موسی نسبت به گنجهای مصر ننگ و خواری به خاطر مسیح کشیدن را اولاتر می حسابید، چون که وی نگران مکافات آینده بود. از بس که موسی ایمان داشت، از غضب شاه نترسیده مصر را ترک کرد. وی صبر و طاقت نشان داد، گویا که خدای نانمایان را می دیده باشد. از بس که موسی ایمان داشت، به خلق اسرائیل فرمان داد که من بعد عید نجات را جشن گیرند و به بالای درهایشان خون قربانی را مالند، تا فرشته‌ای که برای نابود کردن پسران اول فرستاده شده بود به پسران خلق اسرائیل دست نرساند. از بس که خلق اسرائیل ایمان داشت، از میان بحر سرخ مثل بالای خشکی گذشت، اما وقتی که مصریان گذشتنی بودند غرق شدند. از بس که خلق اسرائیل ایمان داشت، از روی دستور خدا شهر اریحا را 7 روز دور زد و بعد دیوارهای گرد شهر فرو رفتند. از بس که راهاب فاحشه ایمان داشت، همراه مردمی سرکش کشته نشد، چون که وی جاسوسان خلق خدا را با صلح پیشواز گرفت. باز چی گویم؟ وقت نمی رسد که درباره جدعون، باراق، شمشون، افتاح، داوود، سموئیل و پیغمبرها نقل کنم. همه آنها به واسطه ایمانشان شاهیگری ها را مغلوب نمودند، از روی عدالت حکمرانی کردند، وعده ها را به دست آوردند، دهان شیران را محکم نمودند، آتش شدید را خاموش کردند، از تیغ شمشیر خلاصی یافتند، در حالت ناتوانی قوت یافتند و در وقت زد و خورد با قوت شدند و لشکرهای دشمنان را تارومار نمودند. زنهای بودند که نزدیکان مردهشان را خدا برایشان زنده کرده داد. برای بعضی ها باشد شرط گذاشته شده بود که اگر از ایمانشان گذرند از زندان آزاد می شوند، ولی آنها شرط را قبول نکردند، چون که دلپور بودند که بعد از قیامت به حیات بهتر صاحب می شوند. در نتیجه آنها را مردنیوار لطوکوب کردند. دیگران مسخره و قمچینکاری و حتی زنجیربندی و زندانها را از سر گذراندند. آنها را سنگسار می کردند، با اره دوپاره می نمودند، با شمشیر می کشتند. آنها برای پوشاک پوستی بز و گوسفند داشتند و سرسان و سرگردان، قشاق و بینوا، زیر ظلم و ستم بودند. این ایمانداران که جهان لایقشان نبود، در بیابان و کوهستان و غار به غار و چقری به چقری با آوارگردی عمر به سر می بردند. ایمان همه اینها به خدا پسند آمده بود، ولی صرف نظر از این آنها اجراشوی وعده خدا را در ایام زندگیشان ندیدند، چون که خدا نقشه بهتر را برای ما در نظر داشت. خدا می‌خواست که آنها انتظار شوند و همراه ما به حد کمال رسند. باب 12.
اینک ما با نمونه ایمان همین قدر آدمان احاطه شده ایم. پس بیایید هر باری را که برای پیش رفتن خلل می رساند و هر گناه را که با آسانی ما را به خود می کشد یک طرف مانده، مثل ورزشگر با صبر و تاباوری مسافه دویش را که خدا در پیشمان گذاشته است می دویم. بیایید به عیسی نظر دوزیم که او پیشوا و به مقصد رساننده ایمان است. او به خاطر خرسندی در پیش ایستاده به شرمندگی اهمیت نداده مرگ در صلیب را صبر و طاقت نمود و حالا از طرف راست تخت خدا نشسته است. پس برای آنکه در این مسابقه سست و ناامید نشوید درباره عیسی اندیشه کنید. او از دست گناهکاران چه عذاب و شکنجه زیاد دید، حال آنکه شما به مثل عیسی بر ضد گناه تا دم مرگ مبارزه نبرده اید. شما نصیحت خدا را از یاد برآورده اید که به شما همچون فرزندانش گفته بود: پسرم، تربیه خداوند را نظرناگیری نکن و هنگام تو را اصلاح کردنش ناامید نشو، چون که خداوند کسی را ادب می دهد که دوستش دارد و کسی را جزا می دهد که همچون پسر قبول می کند. عذابی که شما از سر می گذرانید برای تربیه گرفتنتان است، زیرا جزا دیدنتان نشان می دهد که شما برای خدا همچون فرزند هستید. آخر کدام پسر را پدر تربیه نمی دهد؟ همه فرزندان تربیه می گیرند. اگر شما تربیه نگیرید پسران حقیقی نیستید، بلکه حرامزاده هستید. همه ما پدران زمینی داریم که ما را تربیه دادند و ما آنها را برای همین حرمت می کنیم. پس چقدر بیشتر ما باید به جزای پدر آسمانی امان سرفراریم تا که حیات حقیقی داشته باشیم. پدران ما را به اندک وقت و به طوری که به نظرشان درست می نمود جزا می دادند. خدا باشد ما را برای فایده امان جزا می دهد که مثل او از گناه جدا باشیم. یگان جزا در اول دلپسند نیست، بلکه دردآور است، ولی بعد آنهایی که به واسطه جزا تربیه یافتند نتیجهش را می بینند. نتیجهش همین است که شخص زندگی راستکارانه و آرام به سر می برد. بنابراین بی قوت شده باشد هم خود را بردم گیرید، با راه راست رفتن را دوام دهید تا آنهایی که لنگ هستند تاب نخورند بلکه شفا یابند. تلاش کنید که با همه در آسودگی زندگی کنید و خود را پره به خدا بخشید، چون که به این کسی خداوند را نخواهد دید. احتیاط شوید که کسی از شما از فیض و مهربانی خدا محروم نشود و هیچ ریشه تلخ سبزیده بسیاری ها را آلوده کرده به شما ضرر نرساند. همچنان کسی نباید مثل عیسی بد اخلاق و خدا به خبر باشد. عیسی برای یک کاسه خوراک شده حق میراث را که همچون فرزند اولین داشت فروخت. سپس خودتان می دانید که وقتی از پدرش حق برکتش را گرفتن خواست رد گردید. گرچند بازاری و تولا کاری کردهش را تغییر دادنی بود، ولی نتوانست. شما ای برادران و خواهران، نه به جای مانند کوه سینا که آن را دیده و رسیده می شود آمده اید، هنگامی که خدا به اسرائیلیان نزد آن کوه شریعت می داد. کوه با علنگه آتش، تاریکی ظلمات و طوفان فرا گرفته شده بود. اسرائیلیان صدای پرغلغله کرنه و سخنگویی خدا را شنیده تولا می کردند که خدا با آنها دیگر سخن نگوید، چون که خدا فرمان داده بود که اگر حتی حیوان به کوه رسد باید سنگسار شود و آنها به این فرمان تاب آورده نتوانستند. تمام منظره چنان وهمانگیز بود که خود موسی گفت
من ترسان و لرزان هستم. ولیکن شما به نزد کوه سیون و نزد اورشلیم آسمانی که شهر خدای زنده است آمده اید. شما نزد جمع آمد شادانه هزاران هزار فرشته ها آمده اید، نزد جمع آمد آنهای آمده اید که همه اشان حق پسر کلانی را دارند و نامهایشان در آسمان نوشته شده است. شما نزد خدا که همه انسانها به او جواب می دهند و نزد گذشتگان راستکاری که به حد کمالات رسیدند آمده اید. همچنان نزد عیسی میان روی عهد نو و نزد خون پاشیده شده آمده اید که این خون برعکس خون حابیل نه قصاص بلکه بخشش گناه ها را طلب می کند. پس احتیاط شوید که از گوینده روی نگردانید. آخر خلق اسرائیل را خدا در زمین آگاه کرده بود، ولی آنها از او روی گرداندند و از جزا خلاصی نیافتند. اکنون ما که خدا برایمان از آسمان گپ میزند، اگر به سخنانش گوش ندهیم هرگز خلاصی نمیابیم. در آن زمانی که خدا در کوه سینا گپ زد، آوازش زمین را به لرزه آورد. حالا باشد او وعده داده میگوید باز یک بار دیگر من نه تنها زمین بلکه آسمان را نیز می لرزانم. عباره باز یک بار دیگر نشان می دهد که تمام آفرینش لرزانده از بین برده می شود تا آن چیزهایی که از تأثیر لرزه نمی افتند باقی مانند. پس ما که از خدا پادشاهی به لرزه استوار را می گیریم، بیایید با شکرگزاری پرستش سزاوار خدا را با عزت و احترام و خدا ترسی به جا آوریم، چون که خدای ما در حقیقت به مثل آتش سوزاننده است. باب 13. همیشه با ایمانداران با مهر و دلسوز باشید. مهمان نوازی را گم نکنید. آخر بعضی کسان مهمان فکر کرده در اصل فرشته ها را قبول کرده بودند. اینچنین آنهایی را در یاد داشته باشد که به خاطر ایمانشان زندانی شده‌اند، گویا همراهشان در زندان باشد. آنهایی را نیز فراموش نکنید که نسبتشان بد رفتار میکنند، گویا که شما به روز آنها گرفتار شده باشید. ازدواج را باید همه حرمت کنند و پیوند زناشویی باید پاک نگاه داشته شود، چون که آنهایی را که به همسرش خیانت میکند و بد اخلاق میباشد خدا حکم میکند. در زندگی پولپرست نشوید و از داراییتان قناعتمند باشید. آخر خود خدا گفته است من هرگز شما را ترک نخواهم کرد و تنها نخواهم گذاشت. پس ما با دلپوری گفته می توانیم خداوند مددگار من است و من از هیچ چیز نمی ترسم. انسان به من چیکار کرده می تواند؟ راهبران خود را که به شما کلام خدا را تعلیم می دادند در یاد دارید. به ثمره خوب حیات آنها نگاه کنید و از ایمانشان عبرت گیرید. عیسی مسیح دیروز، امروز و تا ابد به تغییر است. پس نگذارید که هر گونه تعلیمات عجیب و غریب شما را از راه بیرون کند. خوب می شود که روح شما را فیض و مهربانی خدا مستحکم گرداند و نه قاعده های دینی درباره خوراک ها، چون که این قاعده ها برای رعایت کنندگان آن هیچ فایده نآوردند. ما مسیحیان قربانگاه داریم که کاهنان خیمه عبادت حق خوردن قربانی آن را ندارند. آنها برای پاک گرداندن گناه خلق
حیوانها قربانی می کنند. خون حیوانها را سرکاهین به جای مقدسترین می برد، ولی جسدشان بیرون از قرارگاه سوزانیده می شود. برای همین هم عیسی بیرون از دروازه های شهر عذاب کشیده مرد تا که به واسطه خون خود آدمان را از گناهشان پاک سازد. پس بیایید ما هم بیرون از قرارگاه به پیش او برآمده به ننگ و خاری که او کشیده است شریک شویم. آخر در این دنیا ما شهری دائمی نداریم، بلکه شهری را نگرانیم که در راه آمدن است. اینک بیایید به واسطه عیسی همیشه به خدا حمد و ثنا را همچون قربانی تقدیم نماییم، یعنی در وصف او تعریف و توصیف را به زبان گیریم. همچنان نیکی و خیریه کردن را به اهمیت نمانید، چون که همین گونه قربانی ها به خدا پسند می آیند. راهبران ایماندار خود را گوش کنید و با آنها اطاعت نمایید، چون که آنها همچون کسانی که نزد خدا مسئولیت دارند غم جانهای شما را می خورند. بگذار آنها با خرسندی این کار را کنند و نه با آه و واه که در این حالت شما فایده نمی بینید. برای ما دعا کنید. ما باوری قطعی داریم که در پیش وجدانمان پاک هستیم، چون خواهش داریم که از هر جهت درست رفتار کنیم. از همه بیشتر التماس دارم دعا کنید که خدا هر چه زودتر مرا به نزد شما برگرداند. حالا باشد به خدای صلح و آسایشتگی برای شما دعا می کنم. او خداوندمان عیسی را که چوپان بزرگ گوسفندان است، به واسطه خونی که برای عهد ابدی ریخته شده بود از مرگ زنده گرداند. و دعای من این است که خدا به شما همه چیزی نیکی را که برای اجرا کردن خواست او در کار می شود دهد. بگذار او به واسطه عیسی مسیح در شما هر کار را که طبع دلش است اجرا کند. شکوه و جلال تا ابد به عیسی مسیح باد. آمین. ای برادران و خواهران، التماس می کنم که به پند و نصیحتگویی من با صبر و طاقت گوش دهید، چون من به شما کوتاهک نوشتم. خبردار می کنم که برادرمان تیماتیوس از حبس آزاد شده است. اگر وی زود بیاید همراه او به دیدن شما می روم. به تمام خلق خدا و از آن جمله به راهبرانتان سلام رسانید. آنهایی که از ایتالیا هستند نیز به شما سلام می گویند. فیض و مهربانی خدا با همه شما باد.